توجیکان در آینه تاریخ. صحیفه توجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه توجیکان در آینه تاریخ. سبق‌های تاریخ و آزمایش‌های مکتب استقلال. ما هرگز دعوای ملتگرایی، شاوینیسم ملی یا بزرگدولتی نداریم. ارزش‌های ملی، میراث تاریخی و دستاوردهای فرهنگی برادران همزبان و همسایه‌های دور و نزدیک خود از روی طمع یا غرض ناجا بها نمی‌دهیم. بگذار حق به حقدار برسد و عدالت تاریخی میان ما داور باشد. ما فقط می‌خواهیم که تاریخ گذشته ملت و دولت و دولتداریمان را خوبتر آموزیم. همچون دولت صاحب استقلال ملی از چنگال کرختی و بیگانه پرستی ها رهیده به قدر تمدن و ارزش‌های فرهنگی، زبان ملی و شعر و سخن عالمگیر نیاگان برسیم. در زیر پرچم گذشتگان بزرگ خویش گرد آمده استقلال و یکپارچگی وطن عزیز، اتحاد و وحدت همگرایی را پیشه نماییم و دولت واقعاً حقوق بنیاد، دموکراتی و دنیوی را بنیاد سازیم. تاجیکستان صاحب استقلال طرفدار سیاست اعتراف و احترام معیارهای حقوق بین المللی، مداخله نکردن به استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای دیگر، گسترش همکاری‌ها و روابط متقابلا سودمند با همه دولت‌های جهان صرف نظر از ساخت دولتداری و راه پیشگرفته آنها بوده منفعت‌های ملی، ارزش‌های فرهنگی و تمدن درینه تاجیکان را در عرصه جهانی پشتیبانی می‌نماید. ما نمی‌خواهیم که راه پیشگرفته، ایدئولوژیا و سیاست فرهنگی یگان دولت خارجی، خواه وی دولت ترقی کرده باشد، خواه رو به انکشاف، خواه دینی باشد، خواه دنیوی، خواه همسایه باشد، خواه کشور دور ابرقدرت، بر دوش خلق ما و دولت ما زورن بار کرده شود. تاریخ 70 ساله اتحاد شوروی که غالباً سیاست استقلال محدود ملی را پشتیبانی میکرد ثابت ساخت که سیاست فرهنگی و ایدئولوژی به طور صنعی بر دوش خلقیت و ملت‌های متمدن بار شده عاقبت به شکست میرسد. زیرا ایدئولوژی ساخته و سیاست فرهنگی زورکی به ارزش‌های معنوی، اخلاقی و روانی خلقیت و ملت‌های گوناگون چندین سازگار نبود. از این لحاظ اگر کل تدبیرهای پیشگرفته دولت از ایدئولوژی موجوده سر کرده تا سیاست فرهنگی و دینی، ارزش‌های ملی، سنت‌های اخلاقی، رسم و آیین، عقیده و زندگی هر روزه مردم موافق نباشد، رسیدن به استقلال واقعی و دولت و دولتداری ملی امر است محال. تاریخ تمدن بشری گواه است که خودشناسی و افتخار ملی پایدیوار بقای دولت صاحب احترام و با فرهنگ است. ملتی که زبان، تفکر ملی، تاریخ و ادبیات، رسم و آیین و ارزش‌های فرهنگیش را قدر نمی‌کند، پایه‌های استقلالش را نیز چندان دیر پشتیبانی کرده نمی‌تواند. گم کردن خاطره تاریخی، قدر نکردن گذشته پر افتخار ملت و سنت‌های والای آن، محدودیت شعورناکی تاریخی و حفظ نکردن ارزش‌های فرهنگی و میراث بای نیاگان، حس مسئولیت و جوابگری را از دوش کس در نزد امروز و فردا دور می‌سازد. ملتی که خاطره تاریخی و هویت ملیش را پاس نمی‌دارد، خواه و ناخواه گرفتار سرنوشت تلخ و فاجعه بار گشته، حتی پایداری دولت و استقلال ملیش را زیر خطر می‌گذارد. بیایید چندان دور نرویم و قسمت فاجعه بار ملت تاجیک را در آغاز بی‌سر و سامانی‌های جنگ شهروندی یادآور شویم. در تاریخ یگان فاجعه تلختر از جنگ بین فرزندان یک ملت نیست. قواهای بدخواه داخلی و خارجی مردم زودباور و صافدل ما را به گرداب جنگ و خونریزی کشیده، در بین منطقه‌های جداگانه و قوم‌های با هم دوست تخم عداوت و نزاع کشتند. محض بیخبری از تاریخ ملت و دولت، نرسیدن حس خودشناسی
افتخار ملی و وطنداری پشت پا زدن دستاوردهای استقلال و سبقهای اتحاد و یگانگی بود که دشمنان ملت تاجیک توانستند جوانان بی تجربه و خونگرم را گاه به تأثیر پول و سرمایه، گاه با یاری ترغیبات غرضناک و یک طرفه دینی، گاه با بیدار کردن حرص وحشیانه قصاصگیری، غارتگری و غصب مال رقیب به هنگامه جنگ شهروندی و یکدیگر کشی کشیده نقشه نابود ساختن دولت و ملت تاجیک را طرحریزی نمایند. این جنگ بی معنی غیر از آوارگی و سرسانی، غیر از عداوت و خانوایرانی، غیر از تلفات جان جوانان به ما چیزی نداد. راه‌های آباد ویران گردیدند، کپروک‌ها ترکیدند، خانه‌ها سوختند، اموال کارخانه‌ها به غارت رفت، دهشت گرسنگی در جمهوری دامن افراخت. هزارها جوانان نوخط قربان شدند، هزاران عائله‌ها بی‌سرابان ماندند و شماره یتیمان و طفلان بی‌پرستار باز 60,000 نفر افزود. در حالی که دولت صاحب استقلال همسایه به ساختن راه‌های آهن و ماشینگرد، کشیدن خط‌های انتقال نفت و گاز، استخراج معدن و دیگر مسائل پیشرفت اقتصادیات و اجتماعیات کشورشان مشغول بودند، در تاجیکستان هنگامه‌های یکدیگر کشی اوج می‌گرفت. جنگ و نبرد و سنگرنشینی‌های دسته‌های مختلفین گسترش می‌یافت. صدای تیر و تفنگ و توپ و تانک خلق آسایشته را به هراس می‌افکند. جنگ شهروندی ما را به ورطه دهشتبار بحران سیاسی، اقتصادی و معنوی ټیله داده خطری از بین رفتن دولت و ملت تاجیک را پیش آورد. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد.